امروز در همون مصر حسنی مبارک، مصر انورالسادات، مصر پناه دهنده به محمد رضا شاه مطرود از همه جا، حتی از آمریکا، این مصر امروز در اختیار مردمی است که شعار الله اکبر میدن، نماز جماعت میخونن، شعار اسلامی میدن، حکومت اسلامی رو مطرح میکنن. این یعنی پیشرفت یعنی این استحکام، یعنی این قدرت، یعنی این. هیچ کار نداریم به این که بگیم اونا از کی یاد گرفتند. بعد اینه که حرفی که ما 30 ساله داریم میزنیم، امروز در شمال آفریقا، در خاور میانه، در خلیج فارس این حرف سبز شده. این امروز ایران اسلامی اینه. همه این تلاشی هم که شما مشاهده میکنید، تحریم‌های همه جانبه، کارهای گوناگون، فشارهای سیاسی، تبلیغات مختلف که علیه جمهوری اسلامی میشه، به خاطر این موفقیتی است که جمهوری اسلامی به دست آورد. اسلامی حرف نوعی داره. این حرف نو عبارت است از این که مردم و ارزش‌های الهی، این دوتا باید با هم توأم بشوند و حرکت‌ها رو شکل بدن، جوامع رو شکل بدن. این حرف ماست. ارزش‌های معنوی و ارزش‌های الهی همراه با اراده مردم، نه تحمیل بر مردم. این حرف جدید جمهوری اسلامی است که از خود کلمه جمهوری اسلامی هم این برمیاد. ما هم جمهوری هستیم، اسلامی هستیم. اینو بایستی تبیین کرد